آقای علی اصغر از بندر عباس نوشتن که بنده شیعه هستم. من خیلی اهل سنت رو دوست دارم. حتی حضرات ابوبکر و عمر و عثمان همیشه به نیابت این عزیزان نماز میخوانم و ثوابش رو برای این عزیزان میفرستم. خدا قبول کنه. همه شیعیان رو به افرادی که به دوستان اهل سنت توهین میکنن ربط ندید. ما استان هرمزگانی ها اصلا بینمون شیعه و سنی مطرح نیست. از دید بنده و خانواده ما اسلام مانند یک پرنده است که اهل سنت و تشیع دنبال این پرندند. دین اسلام روزی تکامل میابه که اهل سنت و شیعه دست به دست هم بدن. منم تشکر میکنم از علی اصغر احمدی برادر عزیزمون از بندر عباس. حرف شما کاملا درسته، من موافقم. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم شیعه و سنی اصلا شیعه سنی وجود نداشت. کسانی که با علی محشور میشدن و در کنار علی بودن و از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه عرف شنوی داشتن بهشون میگفتن شیعیان علی. اینا هیچ وقت دشمن ابوبکر و عمر نبودن و هیچ وقت در هیچ کتاب تاریخی شما نمیابید که ذکر شده باشه که علی با ابوبکر و عمر و عثمان جنگیده باشه، با اینا درگیر شده باشه. البته دروغایی که میبافن دیگه دشمنی و عداوت و کینه و این مسائلی که ذکر میکنن دیگه جلوی آخونده رو کسی نمیتونه بگیره. آقای مجلسی اومده 110 جلد کتاب نوشته، خرافات و خزعبلات به خورد مردم داده و با همین خرافات و خزعبلاتی که نوشتن مردم رو فریب دادن. به اینا افراد میگفتن شیعیان علی. اینا دشمن ابوبکر و عمر نبودن، اینا قبر پرست نبودن، اینا مشرک نبودن، اینا پیرو علی بودن. ای کاش کسانی که امروز ادعای محبت علی میکنن واقعا پیرو علی باشن. همینایی که دیروز دم از علی و علی محوری میزدن امروز اومدن میگن که حتی نهج البلاغه رو ما قبول نداریم خیلی از روایتاشو. چرا؟ چون برخلاف مذهبشون است، برخلاف عقیده باطلشون هست. و امروز اگر همون علی، همون شیر خدا زنده بشه و در بین انسانها بیاد، اولین کسانی که با اون علی می جنگند همین خامنه‌ای و سیستانی و مکارم شیرازی و قزوینی و ایناست. چون اون علی حقیقی دشمن دکانهایی است که اینا امروز به نام دین درست کردن. باور کنید همین امام زمانی که ادعا میکنن اگر مهدی حقیقی، مهدی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اومدنش بشارت داده، اگر همون مهدی امروز بیاد اولین کسایی که با اون مهدی خواهند جنگید همین آخوندهای قم و تهران هستن. من تشکر میکنم از آقا علی اصغر بزرگوار و از مطالب زیبایی که ایشون نوشتن.